سلام، احسان هستم. دوباره معرفی و تحلیل فیلم براتون آوردم. این فیلم درباره یک سری آدم باهوش هستش که وارد آزمون ورود به یک شرکت بزرگ و مرموز میشن. اما این آزمون مثل آزمونای دیگه نیست و قوانین خاصی داره، مثل اینکه با نگهبان صحبت نکنن. ولی وقتی امتحان شروع میشه میبینن که برگه خالیه و سوالی درونشون نیست. این فیلم ترسناک نیست، بلکه دلهره‌آور، روانشناختی، درام و معماییه. این فیلم در 8 ژانویه 2010 معرفی شده و محصول کشور بریتانیا است. $600,000 برای ساخت این فیلم هزینه شده و محتوای بد نداره. اگر دنبال فیلم‌های پر رمز و رازی که تش معلوم نیست، این فیلم بهترین گزینه است. اسم این فیلم اگزم هستش. اگر این فیلمو دیدی نظرتو توی کامنت ها برام بنویس. اگر خوشت اومد کانالمو سابسکرایب کن، لایک هم یادت نره.